کسپولیای کسمرغی درود فراوان. قشنگ نگاه کن، چشمای کورتو باز کن. قدت که اندازه دول منه، کونت که بشکست، سینکت که پر جرمه، یه سبد تخمی برمی‌داری میذاری این گوشه، هر انی که میخوری میریزی توش لجن میبنده. کس چقدر فقط به فکر کس چرخ زدنتون هستید و از اون شوهرای بیق لالتون یه پولی بتیقید. حس میکنید خیلی کساتون نازه، خیلی کتبانوید. خودتون که بو نوار بهداشتی میدید، سینکتون چرا بو میده؟ همین الان باید پاشی اینقدر بسابی مثل من بشه تا اون کست شبیه فرچه بشه، جونت در بیاد. تا آموزشای بعدی، خدا نگهدار. خانومای کسکسی کسپخ، که کلم پلو شیرازی درست کردم. شماها همش سرتون با کسکونتون بازی میکنه، واسه شوهرای خار و ذلیلتون غذاهای سیکیم سیکیم درست میکنید. مثل من کتبانو نیستید، به گرد پای من نمیرسید. نه ننه هاتون کتبانو بودن نه خودتون. فقط هم از کساتون تو کامنت ها کرم میریزه. تا آموزش های بعدی، البته اینم فرنیمه، به به چه عطر بویی. تا آموزش های بعدی، درود فراوان.